دوستان سلام. تلخون یا تلخون گیاهی است علفی پایا و به شکل بوته که ارتفاع آن تا 1 متر میرسه. برگ‌ها باریک و نوک‌تیز و به رنگ سبز تیره هستند. برگ‌های گیاه نیز معطر و رایحه خاصی دارند. قسمت مورد استفاده گیاه برگ و شاخه‌های جوان و نرمه که هنوز چوبی نشدند. مزه گیاه تازه کمی تند و سوزاننده است. تلخون از بهترین سبزیجات مؤثر در کمک به درمان فشار خون بالاست. میتوان تلخون را به صورت تازه بین وعده‌های غذایی و سالاد استفاده کرد. اسانس تند موجود در تلخون میتونه جایگزین مناسبی برای نمک محسوب بشه. مصرف اون به همراه غذا برای بیماران قلبی، افراد مبتلا به فشار خون و رژیم لاغری توصیه میشه. روتین موجود در تلخون جهت جلوگیری از لخته شدن خون، التهابات، اسپاسم و فشار خون و تصلب شرایین مؤثره. در آمریکا مدت است از تلخون برای جلوگیری از تصلب شرایین، فشار خون، دیابت و بروز آلرژی استفاده میشد. مهمترین اثرات درمانی که در منابع مختلف از تلخون گزارش شده عبارتند از ضد کرم، ضد نفخ، خواب آور، ادرارآور، خنک کننده، مقوی معده، ضد التهاب و آماس، مسکن دندان درد، ضد سرطان، قاعده آور و مسهل. همچنین برای درمان درد نیش حشرات و خنثی کردن سم آنها نیز برای گاز سگ هار مفیده. دارای نیروی مخدر، رطوبت هوا رو برمی‌چینه و خشک میکنه. نوعی سردی داره که سودمنده. در دهان نگه داشتن اون جهت درمان زخم جوش درون دهان مفیده. تلخون رو به صورت سبزی تازه و یا خشک شده مصرف میکنن. نوع تازه اون در حد مصرف غذایی و خشک اون در حد 1 تا 2 قاشق غذاخوری تا 3 بار در روز به صورت دم کرده و یا اشکال دیگه بلامان است. در حد مصرف معمولی خوراکی عارضه‌ای نداره. از مصرف زیاد تلخون باید خودداری شود، زیرا حاوی درصد بالای استرگول است که میتونه عوارض به دنبال داشته باشه. در یکی از منابع آمریکایی مصرف این سبزی در زنان حامله منع شده. در هر صورت خانم‌های حامله باید به مقدار کم و با احتیاط از تلخون استفاده کنند. میزان دقیق مصرف مجاز خوراکی تازه تلخون در هیچ منبع ارائه نشده. آلرژیزا، ضد درد، ضد میکروب، ضد شکنندگی عروق معینه، ضد التهاب، ضد تب، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ادرار آور، قاعده آور، قارچ کش، خواب آور، مقوی معده، کرم کش، ضد سرطان و اشتها آور، ضد روماتیسم. تلخون به صورت تازه و خشک جهت طعم و مزه، ادویه‌جات، ترشی، سالاد، سرکه، سوپ‌ها، سس‌ها به همراه گوشت، ماهی و تخم مرغ در بسیار از نقاط جهان استفاده میشه. همچنین در شیرینی‌پزی، عطرسازی، آب‌های آرایشی نیز از اون استفاده میشه. در تلخون مواد معدنی و ویتامین به وفور یافت میشه که باعث سم‌زدایی و پاکسازی بدن شده و با کاهش جذب چربی از روده به لاغری شکم کمک میکنه. همچنین فیبر موجود در تلخون باعث کاهش اشتها شده و برای جلوگیری از پرخوری مؤثره و باعث کاهش وزن میشه. تلخون دارای آنتی اکسیدان‌های فراوانه که این امر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و ابتلا به بیماری‌های سرماخوردگی رو کاهش میده. 2 قاشق غذاخوری تلخون خشک شده رو در قوری ریخته و آب با دمای 80 درجه رو به اون اضافه کرده و اجازه میدیم که به مدت 20 دقیقه دم بکشه. در صورت تمایل به شیرین کردن، بهترین شیرین کننده برای این دمنوش نباته. خوشحال میشیم تجربیات، سوالات و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.